مه 2022 مأموران CIA مدت زیادی است که در خیابان‌های کابل در حال تعقیب خودرویی هستند. طبق اطلاعات آنها، این خودرو آنها را به خانه تروریستی که 2 دهه تحت تعقیب بوده است خواهد برد. پس از چند ساعت تعقیب شهر پشت سر گذاشته می شود و منطقه متروک آغاز می شود. کمی پس از ورود به این منطقه خودرو جلوی یک خانه ویلایی مجلل توقف می کند. مأموران خودرو را از طریق دوربین مشاهده می کنند. برخی از افراد از خودرو پیاده می شوند، اما برخلاف انتظار مأموران CIA در خودرو تروریستی وجود ندارد، بلکه یک خانواده است. مأموران گمان می کنند که اطلاعات اشتباه است. وقتی پلاک خانه ویلایی را با دوربین خود می‌خوانند، نام یک سیاستمدار را روی آن می‌بینند. اکنون سوء ظن آنها برطرف شده است. در همان زمان آنها یک انبار بزرگ سلاح در خانه می‌بینند. این موضوع عجیب به نظر می‌رسد. آنها تصمیم می‌گیرند خانه را زیر نظر بگیرند. در چند روز اول چیز خاصی پیدا نکردند، اما یک روز حدود 5 ماشین جلوی خانه توقف می‌کنند و از آنها تروریست‌های مسلح سیاه‌پوش بیرون می‌آیند. با دیدن این صحنه مأموران کمی محتاط‌تر شدند، اما هنوز چیزی که انتظار داشتند را پیدا نکردند. برای چند روز بعد آنها به نوبت خانه را زیر نظر می‌گیرند، اما چیزی جز جرثات تروریستی نمی‌بینند. یک روز پس از نگهبانی تمام شب طبق مأمور که از کمبود اطلاعات افسرده شده بود میخواست به رخت خواب برود که یک تروریست ریشدار بزرگ را دید که در بالکن خانه راه میرود. این اولین بار پس از مدت‌ها بود. بنابراین مأمور با دقت از طریق دوربین خود تروریست را زیر نظر گرفت. او بلافاصله یک سری عکس با وضوح بالا میگیرد و بلافاصله با دستیار خود در ایالات متحده تماس میگیرد. با دیدن این عکس‌ها چشمان مسئولش باز میشود و بلافاصله و بدون هیچ معطلی پیامی به مافوقش میفرستد. مافوقش پس از خوندن پیام مستقیما به خانه رئیس CIA می رود و بلافاصله می گوید جناب ما ظواهری را در افغانستان پیدا کردیم. Sir, I was Zawahiri in Afghanistan. در ویدیوی امروز خواهیم دانست که چگونه ظواهری با وجود اینکه شغلش پزشک بوده به مخوفترین تروریست آمریکا تبدیل شده است. 1 جولای 2022 ویلیام برنرز رئیس سازمان CIA با شنیدن خبر دستگیری ظواهری فوراً نزد بایدن رئیس جمهور آمریکا رفت. او همه چیز را به بایدن میگوید و عکس‌ها را به او نشان میدهد. بایدن با دیدن چنین شواهد محکمی از ظواهری فوراً و بدون هیچ تأخیری جلسه‌ای بسیار جدی تشکیل داد. با شروع جلسه یک افسر تصاویر و نقشه خانه را روی صفحه نمایش نشان داد. در همان زمان یک افسر گفت که باید کماندوهای خود را بفرستیم و او را مانند بن لادن بکشیم. اما ناگهان یک افسر ارشد نظامی او را متوقف کرد. پس از شنیدن استدلال‌های او، مدیر اطلاعات ملی به بایدن نگاه کرد و پرسید چرا حمله هوایی انجام نمی‌دهیم؟ بایدن با شنیدن این حرف فوراً امتناع کرد و گفت نه، من تلفات غیر نظامی بیشتری نمی‌خواهم. No civilian casualties. همه شوکه شدند، زیرا هیچ گزینه دیگری استفاده نشده است. پس از لحظه سکوت برنرز چیزی شبیه به این میگوید هیچ کس نمیتواند آن را انکار کند. ما یک بمب نینجا را از یک پهپاد بر سر الظواهری خواهیم انداخت. این یک موشک با تیغه به جای ماده منفجره است و ظواهری را خواهد کشت. با شنیدن این حرف موافقت کردند و بایدن نیز به آن چراغ سبز نشان داد. بلافاصله ایالات متحده به آماده سازی منحصر به فردترین حمله جهان علیه الظواهری پیوست. قبل از اینکه الظواهری را بکشند، بیایید بفهمیم الظواهری که بود و چرا ایالات متحده 20 سال است که اینقدر سخت تلاش می کند تا او را بکشد. اگر ویدیو را دوست دارید کانال را به اشتراک بگذارید. برای ویدیوهای بیشتر حتما سابسکرایب کنید. ایمن الظواهری در سال 1951 در یک خانواده اشرافی در مصر متولد شد. ظواهری در تحصیلات خود سرگرم بود و قرار بود جراح چشم شود. تا دهه 1970 ظواهری شروع به ارتباط با گروه‌های
کارهای جهادی کرده بود. در سال 1981 انور سادات رئیس جمهور مصر ترور شد. نام الظواهری نیز در این ترور مطرح شد. او بعداً دستگیر و به 3 سال زندان محکوم شد. ظواهری در سال 1984 از زندان آزاد شد. پس از آن به افغانستان رفت. افغانستان در آن زمان تحت اشغال شوروی بود و در نتیجه 2 تروریست بن لادن و عزام یک سازمان تروریستی به نام مکتب الخدمت تشکیل دادند. ظواهری به این سازمان پیوست، اما همچنان بر حملات تروریستی در مصر تمرکز داشت. در 19 نوامبر 1993 او عاطف صدیقی نخست وزیر مصر را هدف قرار داد. نخست وزیر از این حمله جان سالم به در برد. ظواهری به این بسنده نکرد. در سال 1999 او سفارت مصر در اسلام آباد پاکستان را بمبگذاری کرد. نام ظواهری پس از این حمله در سطح بین المللی شناخته شد. ظواهری اکنون زیر نظر سازمان‌های امنیتی بود و وقتی این اتفاق می‌افتد هر تروریستی همین کار را می‌کند. فرار به افغانستان. در آن زمان لادن و اعظم به دلایلی در مکتب الخدمت از هم جدا شدند و بن لادن القاعده را تأسیس کرد. ظواهری در 10 سال گذشته به بن لادن نزدیک بود، بنابراین او متحد اصلی بن لادن شد. سپس ظواهری ارتش کاملی از تروریست‌های القاعده را برای انجام حملات در اختیار داشت. در 7 آگوست 1998 او بزرگترین حمله القاعده را انجام داد. ظواهری حملات مکرر به سفارتخانه‌های آمریکا در نایروبی، کنیا و تانزانیا را رهبری کرد. سپس در سال 2000 ظواهری حمله‌ای را به کشتی نیروی دریایی ایالات متحده USS کول در بندری در یمن برنامه‌ریزی کرد که منجر به کشته شدن 17 ملوان آمریکایی شد. سپس حملات 11 سپتامبر رخ داد که ایالات متحده را به لرزه درآورد. ظواهری در آن حمله مشاور نزدیک بن لادن بود. از زمان حملات 11 سپتامبر ظواهری در فهرست افراد تحت تعقیب ایالات متحده قرار داشته است، اما او به این فهرست بسنده نکرد. در سال 2005 او بمبگذاری‌های لندن را برنامه‌ریزی کرد. با این حال در سال 2011 ایالات متحده بن لادن را کشت. ظواهری سپس فرماندهی القاعده را به دست گرفت. در سال 2012 ظواهری حمله‌ای به سفارت ایالات متحده را برنامه‌ریزی کرد که طبق قانون ایالات متحده حمله به ایالات متحده محسوب می‌شود. سپس در سال 2015 او حمله به دفاتر شارلی ابدو در فرانسه را برنامه‌ریزی کرد که منجر به کشته شدن 12 نفر شد. ظواهری را نمی‌توانستند متوقف کنند. کشتن ظواهری را برای صلح جهانی ضروری دانست. به محض اینکه موقعیت او کشف شد، ایالات متحده بلافاصله برای کشتن او اقدام کرد. پس از اخذ مجوز، سازمان CIA یک ماکت ساختگی از خانه ظواهری ساخت. مقدمات حمله مکرر به آن در چند روز آینده فراهم شد. در این حمله از موشکی به نام هلفایر R9 استفاده شد. این موشک قبلا یک بار اثر بخشی خود را نشان داده است. در سال 2017 ابو خیر المصری معاون ظواهری با این موشک در سوریه سرنگون شد. اکنون همه چیز آماده بود. تنها چیزی که باقی مانده بود تصمیم گیری در مورد زمان کشتن ظواهری بود. با CIA برای این کار مشورت شد و آنها از تکنیکی به نام الگوی زندگی استفاده کردند. این تکنیک بخشی از زندگی یک فرد را انتخاب می کند که ممکن است خیلی مهم نباشد، اما روزانه قابل مشاهده است. با توجه به این موضوع، سازمان CIA اعلام کرد که ظواهری هر روز ساعت 6 صبح به تنهایی به بالکن می آید. به همین دلیل زمان صبح انتخاب شده است. در 31 جولای 2022 با اولین پرتوهای سپید دم یک پهپاد از مکانی نامعلوم از یک کشتی آمریکایی به پرواز درآمد. در همین حال ظواهری شب قبل در حالی که برای حمله جدیدی برنامه‌ریزی می‌کرد به خواب رفته بود و در خوابهایش رویای سوزاندن آمریکا را می‌دید. در همین حال پهپاد بدون اینکه توسط هیچ راداری شناسایی شود به کابل نزدیک شده بود. ظواهری پیش از این در سالهای 2001 و 2006 از دست آمریکایی‌ها نجات یافته. حالا پهپاد مستقیما به سمت خانه ظواهری در حرکت بود. پس در تمام این ماجرا این بود که طالبان تا الان متوجه شده باشند. زیرا اگر متوجه شده بودند می توانستند ارباب خود را نجات دهند. تقریبا ساعت 6 صبح بود و ظواهری به بالکن خود آمد. چشمانش را بست و شروع به احساس پرتوهای خورشید کرد که از پشت کوه می آمد.
وقتی چشمانش را باز کرد، نه نور خورشید بلکه پهپادی را دید که به شکل مرده‌اش در هوا معلق بود. پس از 1 یا 2 ثانیه خیره شدن چیزی نفهمید و حالا به نجات جان خود فکر می‌کرد. درست در همان لحظه موشکی از پهپاد شلیک شد و قبل از اینکه قلب جواهر بتواند ضربان دیگری بزند، یک موشک کالیبر 6 به او اصابت کرد. پهپاد پس از انجام وظیفه خود به سرعت در آسمان ناپدید شد، گویی هرگز آنجا نبوده است. بلافاصله بایدن از بالکن کاخ سفید خطاب به جهانیان گفت مردم آمریکا اکنون به عدالت دست یافته‌اند و این رهبر تروریست دیگر وجود ندارد. Today, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.